ما حیات دکو لگن برداری نمیکنم او را. ما اون نفر نیستیم که او را جناب عالی و دیگر گون. همون بدبختی مردم ما از همین سببش چیه؟ همین شب و شما بر اینکه مردا هستن که او را لگن برداری کردن، جناب گفتن و پیشوا گفتن و کیم چی گفتن و برداشتن کنگجو. اگر که شما هم مردک میشیدین میگفتین که هی تو از ما یگون کمبودی نداری یا که زیادتی هم نداری، که یک قسم ما رنگ ما انسانی با فیلم میکنن که نگاه کنن که همین دخترای ما را کو کیتایسا برده هستن. یه شرم دارین. الله میگه که حرام میگه او زن اگر مسلمان باشد حرامه، به مشرکین و کافرین زن مسلمان شوهر کردنش حرامه. او مال مسلمانه، او عزت و شرف مسلمانه. او که وقت رحمانوف اومد بالای حکومت یک گدا انسان بود، چقدر اونا میلیونر شدن. او نیویرش میلیونر شد، او خودش نمیلی، او همه اولادش میلیونر شد. از کجا میلیونر شدن؟ برای چی سوال نمیدین؟ او قرضایی که از بانک جهان و از کیتای او قرضایی که هست فردا رحمانوف میگیره، همون چمدانش میگیره میره و اروپا امریکا یا منطقه میکشن میره. لیکن فردا شما همون فرزندای شما همون قرض میته، کمبغل اینجا نمیره. شما میگه که مقصد تمامی برآمد سالانه که اون چی که پرزیدنت برآمد میکنه گاب میزنه، فقط خودش گاب میزنه. چی با و یا گاب نمیزنه، معلومات وزیران نمیتن. ها این گپ شما هم درسته اکا، این گپ شما هم درسته. نه که گوش کننده بیا روی منطق کار میکنیم، گاب میزنیم منطقا. ما اکا وقتی منطقا گاب زدم پریمیر میبیارم ساز گپی ما را میبرن، نمیمونن که گاب زنم، بلکه منطقی ما معنا داره اکا. هم خیست نه یعنی که منطقا شما گاب میزنم همین مستقیم و چند ساعت دوام داد؟ چند ساعت دیگه 5-6 ساعت روز در 6 ساعت چند تا افیر دا میبردگی آدم علیشید. 2 نفر 3 نفر این است. 3 نفر علیشید هم خیسته. 6 ساعت 3 نفر برد. 6 ساعت باور کنه 3 نفر روبری کرد افیرا. بای آدم پرزیدنت دولت های 24 ساعت یک خودش نمیتونه که کردن. خب برای 30 سال شد درست است. ما میگیم که کار خدمت کار خیلی دیگه کسی اوکی گوش کنه. شما چند معاون دارین؟ کی؟ شما ما آخی ببین بازم میگم نه سخنی من جواب تن. ما سوال چند معاون دارین شما؟ چند برای چی چند معاون دارین؟ چند کارگر دارین زیر خود؟ هست همین چند نفر است. ما چند نفر؟ چند نفر؟ نه چند نفر اون نفرش با ما معلوم است. 5 نفر است هم خیست؟ چند باشد بله. پریمیر 5 نفر. چند نفر باشد؟ نه ما منطقاً کورا برده سم دا. بگذار 5 نفر هست نه؟ نه یک دولت کی؟ نه من گوش کنین. اکای سایدالی شما نمیتونه که من منطق توخیر برم. شما مثال بگذار شما سردار هستن 5 تا این قیاس شما فارق العاده میگن. این چیز از این قیاس کردن نمیتونه که یک دولت به یک پرزیدنت 30 سال حکم فرمایی دارد، تمام حکومت ملت جفیده است، در دست خودش گرفتگی است. نه جفیده است بدون برای چی گپ گپ دفیره بای گپ در وظیفه میشینن کو یا خلوش در چشمی سردار خوب میکشن ایزن باینوبات گرفتن در کره یکا. فهمیدین یک آدم خوردن در کار نیسته. چی به وزیرا، چی به نچلکو، چی به قدر سردار رئیسوتو هسته. اکا بگوش کنه ما فکری ما را بگون که هر یک شخصیتی ما اگر در همین وظیفه میشنیم که هر یک کار هم همیشه میکردم هر یک که ما همی کردم. نه خطا نه اگر خطا میکنیم. یک انسانی که بر روز آخرت ایمان داشته باشد با او قسمی که با او پیش قانون اگر بگیم دولت قانونی است، اگر دستشو بانده و قسم خورده بود که من به شیر مادرم به شیر به تمام شیرها قسم خورده بود که من تمام هستی ملت بودوش میگیرم، امروز وقتی که از طرف خانواده او ظلم میشود، مال مردم غصب میشود، اون جواب اون را میکرده. همین اکای سعیدالی چی بگون؟
حاج همین کاری که شما کار برده استین کو در همین جا اگر تزریقا حقیقتا بگیریم چند تا خیش تاوره همدیگر تون کار میکنید خطا میکنی خطا نمیکنی عبدالله اینا برادر همین مقصد گروه 24 باشه 12 کارگاه داشته 5 تا خیش تاور شه همین خیلی این دخون اومدگه دوری پیش اومدگه گپ نزنی مقصد همین که بودی بودی باید باشه ایراد میشنوی همین وقتی گپ میزنی جورت چند بار گفتم بس کن لیکن تو گپ نمیتی همین رنگی چی تراکتوری فهمید گپ نیست اکا عبدالله بخشش من خطا گوش دارم شد نگاه کن برادر من همین یکی سیدعلی را کن نمیشناسم و دیگه همین بچه گروه کن نمیشناسم و من در گروه یا علاقه هم نیستم یگان رابطه هم ندارم من خیلی نگاه کن همین حسین نمیشناسم برای که نزدیکی مد زندگی میکنه اون مرد البته که رفت آمد داریم همون نفر یکی من روبرو میشناسم لیکن مسئله دولت است از برای همین مسئله آینده ملت است و بایگری زیر ذخیره هایی که در زیر زمین است امروز دزدیده رفته ایستادند دشمنای این ملت فروختن اون چیزا ما همچون ملت همچون یک مردم مسلمان باید که با آینده فرزندانمون باید فکر کنیم باید که اگر که ما در اونجا حتی زندگی نکنیم اون مردم اون منطقه را باید که فکر کنیم که بعد 10 ساله دیگر حالت اون مردم چی میشود برای اونکه اون مردم بیگانه نیستن لیکن خوب گفتم آخه جوراجو وقتی خودت که نیستی فکری اون مردم هم میکنی مردم که خودش در همه جای فکرش کرده است یعنی همون گپ بزنی که اکا جون هر آدمی که در همه جای بس آدمی که در اون جای با فکرش کرده است بس کنه stop نگاه کن همین بچه فامیری برآمد همون حمایه کرد یک دختره گرفتن کشتن همه نگاه کن امروز هزارها فاحشه برادر گوش کن با گوشی تو رسوندن که همه آدم دختر محافظت کرد و کشتن نکت نمیدونی که و دختر را چند چه فروختگی های فهمیدی؟ تو نمیدونی که دینو تو کرگی های مثلا من چیزا نمیفورش نویدن چند تا کارمندی میلیسا زخمی کردنش این مالی هیچ گپ نبوده نه و کشتن و بلد تمام کارچی و گاره همه طرفا نگاه کنین اخی همه طرفا بینن او یک کس میخزم میگه و بگنو و دروغ و او هیچ که چی با من نمیکشن چی با ترا نمیکشن سلام علیکم امیر ابک سمی را بیان دو چبا قد کو گاب زنا عبدالله این رم تراکتور بوله تراک پناه زده تاجیکستان به قپا مرا میکشن با اودن به قپا میکشن همه هزار همین مردکایی که برو آمدن همین رحمان طاغوت ظالم بدبخت گفتن گرفتن ایراسیه و ای دیگر منطقه ها گرفتن بردن تاجیکستان همین آخرین نفری که بردن همین شابودین بود با کدام بچه بود کجا شدن اون مردکا برای چی معلوم نیست که او زنده مرده همون محمد علی حیات امروز برنامه که استند دیگه بچه ها بسیاری گفت همون مردکی که قریب 70 رفته برای چی او را دبالاش ظلم میکنن خوب چی گناه کرده برای چی معلوم نیست برای چی مردم نمیدونه که همین مردکا چی گناه کردن چی سخن آزاد گفتن نمیشود در این حکومت این بدبخت چی رحمانوف آواز ما را نمیشنوه میگه که رحمانوف بیخبره بیایم مد زنگ زند این قدم معمای تاجیکستان من میگم برای رحمانوف مد نه وظیفه در کاره نه من لگن بردارم نه نمیبردارم من میگم که اون بدبخته او بدبخته همون بدبخت سبب شده که مردم ما با بدبختی روبرو شده است من حیات دکو لگن برداری نمیکنم او را من اون نفر نیستم که او را جناب عالی و دیگر گون همون بدبختی مردم ما از همین سببش چیه همین شما و شما برای اینکه مردا هستن که او را لگن برداری کردن جناب گفتن و پیشوا گفتن و کیم چی گفتن و برداشتن کم گجور اگر که شما هم مردک میشیدین میگفتین که هی تو از ما یگان کمبودی نداری یا که زیادتی هم نداری تو یک قسم ما رنگ ما انسانی هر چی که کردی
برای مردم کردی، برای آخرت خودت کردی. لیکن این گپ یک طرف موندن، عثمان برداشتن، امروز او جناب شده، کور شد، او هیچ را نمیبینه، برای که میزنه کیف و صفای مردم در کدام حالت اون نمیدونه. از برای همین مرد باشین. این قدکه و همین حکومت مرا کو یا که کوچه برم همین کارگرای ارگان که مرا عزت و حرمت کنم، من عزتاشون هم کو یک طرف ماندگی هم همورا. از برای سلامت باشین چون میکنین گپ زدن نمیمونی. این قدر مردم عذاب میکشه، میگه که تو دعوا جنست چیکار داری؟ بگذار که همین با گفتی بهادر که همه زنکای همین توجیکا که برن همین کیتایسا بردن گیره. یه سبحان الله، ما مردم، ما مسلمانیم. این قدر با بدبختایی که این قدر انسانهای بی‌حیایی که هستن که با فیلم میکنن که نگاه کنن که همین دخترای ما را که کیتایسا برده هستن. یه شرم دارین. الله میگه که حرام میگه او زن اگر مسلمان باشد حرامه، با مشرکین و کافرین زن مسلمان شوهر کردنش حرامه. او مال مسلمانه، او عزت و شرف مسلمانه. همین مردکای ما برگرده که این قدر مردکای ما بزنن، این قدر جوانای ما بزنن. بچه ها 30-35 در اومدگی هست. حتی که در اروپا هم بسیار هم بچه های توجیک مثالی که بچه های مسلمان و زن ندارن. لیکن همین خیلی بدبخت ها امروز بالای حکومت هستن، تیلا و نقره و هر چیزی که بایگاری هست میبرن. مشرکین کیتای دولتی چین با حتی بعد این با زناشون هم برده هستن. پگه که دختراتون هم میبرن، پگه درکاش خودتون هم میبرن. کانسر واسه او اکا حیران میشی که خیلی کجا شده که اون مردم مرد میگن مرد برو گو تاغوت گو همون رحمان و ظالم بدبخت اگر که کور باشن نمیتونه برو چیکار کنه برو. برادر عبدالله ببخشید خط میکنم شما را. یک از برادرایی که آزاد فکر بود خیرالله نام داشت که یک بیزنسمن دیگه برآمده بود، خیلی سخنگو کرده بود، از درد مهاجرا گپ میزد. اینا بیچاره چی کردن؟ بعد از او خست باز پیش هم طاغوت چو کرد، باز توبه و ندامت کرد که من خطا کردم، من چی کردم. در حالی که ما گفتیم که برادر ما این درد ما از این است که در اونجا ظلم است، بالای مردم ظلم است. تو درک بکن. نه همه تینج است، ما اینا که آزاد نمیکنم، من گپ میزنم که یک هفته بعد دیگه خیرالله کلامی اونم خیرالله که بیزنسمن بود است. بله برای همین اینا همین خلاصه اینا منخور هستند دیگر. در اونجا باور کن برادر عبدالله اینا که مایلش مثال ما میگیم خیلی یک بیزنسمن میگه، یک تاجر میگه، من باور کنه که اگر من نام ذکر نمیکنم در دستگاه همین طاغوت ها کسایی هستند که از دانشگاه ریاض فارغ هستند، با متخصصی علم حدیث هستند و خودشون در مرحله نامزدی دفاع کردگی هستند در تجوید قرآن کریم. من باور گر ذره چند نامشان میگم، من التماس کردم برادرها والا خداوند در قرآن برای ما من میکنه که برای این طاغوتان حتی که نزدیک بشیم. لیکن متاسفانه هدایت خداوند برای قلبای کسی که بزنه هدایت دیگر اون میرود، برای حق میرود. و هر حال نه سوالی با فکرم اینترنتش ضعیف است دیگر یا چه از چی بیرون برآمد. خب به هر حال خیر خدا نگهدارتون باشه برادر عبدالله. اگر چیزی که جنبستی گفتنی باشه. خب ممنون. یه کلمه رو میگم از برای همین برای ما همچون یک نمونه یا که پریمیر میگن که بیزنسمن ای مردم گازنی عبدالله برادر برای ما که همچون یک نمونه یا که پریمیر او بیزنسمن های تاجیک نبیارین. من این قدر بیزنسمن ها را میشناسم که بیرون از تاجیکستان میلیون دلار سوم دارن. اگر که همین ظالمی بدبخت بالای حکومت نباشد، بالای اونها ظلم نکنن، همو قدر ای مردم بیسه گپ زنم تمام کنم و بیو گپ زنم. همون نفرها که وارد تاجیکستان میشوند این قدر زواد تشکیل میکنن، این قدر کمک میکنن برای مردم ما. آینده خوب میشه، مردم خوب زندگی میکنن، لیکن نمیمونن. لیکن 3 میلیارد دلار 200 میلیون این قدر قرض داریم، هیچ کی نمیگه که همین رحمان 3 میلیارد 200 میلیون گرفت همون راه ساخت و دیگر چی کار کرد نمیگه.
میگه کاری خوب کرد. میگه او قرض کی میتیه؟ بوبیت میتیه او قرض کی میتیه؟ او همون جیپای رحمانوف نبیره هاش میلیونر شده، نبیره 18 سالش 20 سالش میلیونره. ای کدوم سو میلیونر شده؟ او که وقت رحمانوف اومد بالای حکومت یک گدا انسان بود، چقدر اونا میلیونر شدن؟ او نیبرش میلیونر شد، او خودش نمیلی، او همه اولادش میلیونر شد. از کجا میلیونر شدن؟ برای چی سوال نمیدین؟ او قرضایی که از بانک جهان و از کیتای او قرضایی که هست فردا رحمانوف میگیره، همون چمدانش میگیره میره و اروپا امریکا یا منطقه میکشه میره. لیکن فردا شما همون فرزندای شما همون قرض میته، کمبغل اینجا نمیره. آدم کمبغل همین دولت همسایه برو اومده نمیتونه، برای اون که سوم در کاره شما در همونجا میمونید. اوستا یا که با همون منطقه کیتای میگیره یا که یک منطقه دیگری که قرضدار هستین به همون دولت غلام میشن، همچی یک غلام زندگی میکنید. از برای همین با شجاعت باشین، برای مقابل ظلم و ظلمی گپ زنید. سلامت باشید.